امروز دوشنبه 5 آگوست است و من عبدالله اشرف هستم میزبان شما. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. پرواز آخری اندو در نتیجه سقوط هواپیمای کمیته مددکار مدافع، یک خلبان فوتیده، سرنشین دیگر با جراحت‌ها به شفاخانه انتقال یافت. هواپیما وقتی فرود آمدن و زمین وقتی نشستن دچار نقص تکنیکی میگردد. دادگاه روسیه مهلت حبس سمرالدین رجبوف، جوان 21 ساله تاجیک را با اتهام شرکت در بی‌ترتیبی‌های عمومی برای 2 ماه دیگر تمدید کرد. داستان 18 محبوس سابق در یک نمایشگاه. محبوسان تاجیک میگویند تلاش دارند زندگی را بعد رهایی از زندان از صحیفه نو آغاز کنند. право را гирам и дар онҷо кор ронанда кор кунам. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 5 آگوست با دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا در رابطه با قربانیان تیرپرانی‌های 2 روز اخیر برقی تسلیت ارسال کرد. در نتیجه 2 حمله مسلحانه آخر هفته گذشته در ایالت‌های تگزاس و اوهایو 29 کس کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. در شهر الپاسوی ایالت تگزاس روز شنبه جوانی مسلح به فروشگاه والمارت حمله کرد که 20 کشته و حدود 30 زخمی بر جای گذاشت. گرگ آلن سردار اداره پلیس شهر گفت مقامات بیانیه‌های را در اینترنت یافتند که ظاهراً به این جوان تعلق دارد و بر ضد مهاجران نگرانیده شده است. در حادثه دیگر حمله‌ور مسلح در منطقه دیتون ایالت اوهایو 9 کس را به قتل رسانیده 27 تن دیگر را زخمی کرد. پلیس حمله‌گر را پرانده است. حمله‌گر کانور بتسی 24 ساله به تنهایی عمل کرده. انگیزه‌های دست زدن او به این کار هنوز معلوم نیست. دونالد ترامپ عملهای خشونتباری چند روز اخیر را محکوم کرده گفت در جامعه امریکا جای برای عداوت قومی و نژادی نیست. اما مخالفان ترامپ از حزب دموکرات میگویند محض سیاست‌های او بیگانه ستیزی را در امریکا ترویج داد که باعث چنین فاجعه ها می شود. هواپیمای تعلیمی اندوی کمیته مددکار مدافع در تاجیکستان به صدمه دچار شده، سرنشین آن به هلاکت رسید. فلاکت روز 4 آگوست در مرکز تعلیمی فخرآباد به وقوع پیوسته است. بنابر معلومات پیشکی هنگام فرود آمدن محرک هواپیما خاموش شده است. مولا رجب یوسفی درباره جزئیات بیشتر این حادثه گزارش می‌دهد. دادستانی به تحقیق سقوط هواپیمای تعلیمی نوعی اندو شروع کرده است که 1 کشته بر جای گذاشت. هواپیمای تعلیمی نوعی اندو در مرکز تعلیمی فخرآباد ساعت 10 روز 4 آگوست سرنگون شد. پس از انجام دادن جایش از پاراشوت و با موفقیت به زمین فرود آمدن پاراشوتچیان، هواپیما وقتی فرود آمدن به زمین وقتی نشستن دچار نقص تکنیکی میگردد. دچار یک نوع برخورد شدید به زمین گردیده، در نتیجه همین برخورد آتش میگیرد. در وقتی روی دادن همین حادثه در داخل هواپیما تنها 2 نفر از سرنشینان آن قرار داشتند. هواپیمای سقوط کرده به تشکیلات جمعیتی مددکار مدافع تعلق دارد و آن برای از بالا پرتافتن پاراشوتچیان پرواز کرده بود. در نتیجه سقوط هواپیما الهام رحمتوف خلبان با تجربه هلاک گردیده. خلبان دوم هواپیما بختیار دولتوی 20 ساله جراحت برداشته است. با گفته مسئولان تشکیلات جمعیتی مددکار مدافع، همه آنهایی که طریق پاراشوت از هواپیما پریدند سالم به زمین فرود آمدند. مسئولین گفتند این یگانه هواپیمای خرد آنها نیست و بجز از آن باز چندین هواپیماهای تعلیمی اندو و 152 دارند که خواهشمندان از آن می توانند طریق پاراشوت پرواز کنند. پرتافتن خود از پاراشوت سالهای اخیر در میان جوانان تاجیک محبوبیت پیدا کرده است. به این خاطر این هواپیماها با وجود آنکه سالهای شوروی استحصال شده بودند دوباره مورد استفاده قرار می گیرند. با وجود سپری شدن مهلت زیاد از زمان استحصال، این نوع هواپیماها برای تعلیم و هم ساحه کشاورزی زیاد استفاده می شوند. خبرنگاران رادیوی آزادی که چند پیش با این هواپیماها پرواز کردند میگویند قبل از پرواز هواپیمای اندو را نیم ساعت تعمیر کردند.
فرودگاه فخرآباد در 30 کیلومتری شهر دوشنبه واقع شده است و سالهای اخیر خواهشمندان چتربازی و یا پرواز با پاراشوت هم در تاجیکستان رو به افزایش آورده است. مولا رجب یوسفی، شادمان یتیم، آزادی دوشنبه. دادگاه روسیه روز جمعه 2 اوگوست سمرالدین رجبوف، یک جوان تاجیک را به 2 ماه حبس محکوم کرد. رجبوف 21 ساله به اشتراک در تظاهرات غیرقانونی و بی‌ترتیبی‌های عمومی ایبدار می شود. صحنه به سوی کارمند پلیس هوا دادن بکلشکا از سوی رجبوف ثبت شده است. مقامات در نسبت او پرونده جنایی باز کردند و در صورت اثبات گناهش به او تا 15 سال زندان تهدید می کند. اسکندر خواجه میرزاده در این باره گزارش می دهد. دادگاه روسیه یک زاده تاجیکستان را با اتهام اشتراک در تظاهرات بدون اجازت در شهر مسکو به 2 ماه حبس محکوم کرد. سمرالدین رجبوف 21 ساله با اشتراک در بی‌ترتیبی‌های عمومی و استفاده از زور نسبت به نماینده حکومت متهم است. خود او این اتهام را رد می کند. مقامات روسیه می گویند سمرالدین رجبوف در تظاهرات روز 27 ایول در مسکو به سوی کارمندان حفظ حقوق ظرف پلاستیکی آب را هوا داده یکی را مجروح کرده است. رسانه‌های روسیه از سمرالدین رجبوف، سراینده مشهور رپ با تخلصی مرد نام برده، نوشتند که او در کنار مسکو زندگی می‌کند. رجبوف روز 2 اوگوست در مرافعه دادگاهی گفت به حیث مدیر ساختمان کار می‌کند، ولی دادرس کاترینا کریچنکا می‌گوید او رسما در جای فعالیت ندارد. سمرالدین رجبوف هر گونه اتهام مقامات را درباره اشتراک در بی‌ترتیبی‌های عمومی و اینچنین پرتاب ظرف پلاستیکی به سوی مقامات حفظ حقوق رد کرده است. روز 2 اوگوست دادگاه در شهر مسکو الکسی مینایلو، کیریل ژوکوف و ایوان پادکاپایف را نیز برای اشتراک در تظاهرات بدون اجازه در شهر مسکو تا 27 سپتامبر به حبس گرفت. این تظاهرات با نشان اعتراض ضد مقامات کمیسیه مرکزی انتخابات برگزار شده بود که نامزدهای مستقل و مخالف را به انتخاب مجلس پایتخت روسیه راه نداد. انتخابات ماسگاردوما یا مجلس شهر مسکو ماه سپتامبر امسال برگزار می شود و حالا معرکه پیشبری نامزدها ادامه دارد. مقامات انتخاباتی گفتند که نامزدهای مخالفین برای ثبت نام در انتخابات به قدر کافی امضا جمع آورده نتوانستند و گفته مخالفین باشد این یک بهانه برای راه ندادن نامزدهای آنها به مجلس شهری است. سازمان مستقل آواده انفا میگوید در رابطه با اعتراض 27 ایول مقامات امنیتی روسیه 1373 نفر را بازداشت کردند. پرونده آنها بر اساس ماده بی‌ترتیبی و بی‌ترتیبی عمومی کودکس جنایی روسیه بررسی می شود. اتحادیه اروپا و سازمان‌های دیگر حامی حقوق استفاده نیرو بر ضد تظاهرگران را یکسره و بیش از حد نامیده مورد انتقاد قرار داده است. درآمد شرکت‌های موبیلی تاجیکستان کم شده است و کمیته انداز از این خیلی نگران است، چون با کم شدن درآمد شرکت‌ها حجم پرداخت انداز نیز کاهش یافته است. مسئولان کمیته انداز میگویند 2 سال این جانب درآمد بودجه کشور از حساب شرکت‌های موبیلی کمتر می شود. این در حالی است که تا چند سال اخیر عرصه مخابرات از ساحه‌های رشد کننده و پردرآمد بود. چرا شرکت‌های موبیلی دچار رکود شدند؟ میرزانبی خالقزاد ادامه می‌دهد. کمیته انداز تاجیکستان امروز در نشست خبری خود اعلام کرد که از حساب درآمد کم شرکت‌های موبیلی تاجیکستان به بودجه کشور 80 میلیون سامانی کم وارد شده است. این سال دوم است که کمیته انداز تاجیکستان در نسبت شرکت‌های موبیلی تاجیکستان اظهار ناراضگی می‌کند و میگوید که درآمد کمی آنها باعث کمبود در بودجه کشور شده است. سال گذشته نیز عین این شکایت از زبان کمیته انداز شنیده شد و در آنجا گفته شد که بیش از 100 میلیون سامانی از حساب شرکت‌های موبیلی به بودجه کمبود وارد شده است. اما در عین زمان شرکت‌های موبیلی تاجیکستان میگویند که هم کمیته انداز و خدمات علاقه تاجیکستان با آنها مانع‌ها ایجاد می‌کنند. ساحه مخابرات تاجیکستان تا چند سال پیش از بخش‌های رشد کننده اقتصاد به شمار می‌آمد، ولی در 2 سال اخیر 3 شرکت سل، میگافون و بیلاین از جانب ساختارهای انداز برای مشکل در پرداخت مالیات جریمه شدند. از جمله شرکت بیلاین 151 میلیون سامانی، میگافون 150 میلیون سامانی و سل 155 میلیون سامانی جریمه شدند. 2 شرکت اول در بحث‌های دادگاهی مغلوب شدند. یک بحث کلان کمیته
انداز با بابیلون داشت و بابیلون را بیش از 50 میلیون سامانی قرضدار کرده بود. همچنین خدمات علاقه تاجیکستان با بیشتر نمودن خدمات سیمکار و گاه و ناگاه و در وقت و ناوقت قطع کردن خدمت اینترنتی نیز یک مشکل زیادی را برای شرکت‌های موبیلی پیش آورده بود و این همه باعث آن شده است که صفت و کیفیت خدمت شرکت‌های موبیلی در تاجیکستان اندک کاهش یافته و باعث کم وارد شدن مبلغ به حساب‌های آنها شده است. بینندگان عزیز، ما از هر یک شما انتظاری همکاری هستیم با آنهایی که دهه خود را دوست می‌دارند و می‌خواهند آن را به جهانیان نمایش بدهند. رادیو آزادی آزمون را راه اندازی و برای نوارهای بهترین 3 جایزه مقرر کرده است. طلبات اساسی این است که نوار باید 1 دقیقه باشد و شما در آن درباره دهه خود معلومات بدهید. درباره فرستادن نوار، نوشتن نام و نسب و رقم تلفنتان را نیز فراموش نکنید. آزمون تا 1 سپتامبر امسال ادامه می کند. محبوسانی که از زندان رها می شوند می کوشند زندگی خود را از صحیفه تازه شروع کنند، اما در اکثر موارد جامعه به محبوسان سابق با شبهه می نگرد. این مشکلی محبوسان سابق را یک تشکیلات غیر دولتی در شهر دوشنبه با دایر کردن نمایشگاه عکس ها در میان گذاشته است. همکارم زرانگیز نوروز شاه مهمان این نمایشگاه بود و پس از صحبت با تشکیل کنندگان نمایشگاه و خود محبوسان سابق این گزارش را تهیه کرد که حال آن را با هم می‌بینیم. همه چهره هایی که حالا ما در این عکس ها می‌بینیم چندین سالی عمر خود را در زندان سپری کردند. برخی را نشأمندی و برخی هم برای جنایت های دیگر محکوم به زندان شدند، ولی همه آنها حالا در آزادی برای ساختن یک زندگی نو تلاش دارند. سرنوشت 18 زندانی سابق را سازمان جمعیتی اسپین پلوس در نمایشگاه تصویری جمع‌آوری کرده به معرض تماشا گذاشته است. این فرخ است. او حالا به شستن ماشین ها مشغول است. زندگیش بد نیست، عائله‌دار است. با مهنت حلال خانواده‌اش را تامین می‌کند. اصلاح شده است و دیگر نمی‌خواهد به زندان برگردد. پیشتر او معتاد مواد مخدر بود. طرز حیات ناسالم داشت و بعداً به زندان رفت. با نمایش عکس سابق محبوسان، تشبسکاران این طرح از روزگار تلخ، ناکامی و همینطور از تلاش آنها برای به پا خیستن و پیدا کردن راه و موقع خود در زندگی قصه کردند. با قصه زندگی محبوسان سابق سازمان دهندگان تلاش کردند توجه جامعه را به وضع این گروه آدمان جلب کنند. هدف ما این بود که به جامعه رسانیم. محبوسان هم می توانند عضو کامل حقوق جامعه باشند. آنها می توانند اصلاح شوند و بر راه درست روند. می‌خواستیم به جامعه رسانیم که جامعه هم باید این گروه را خوب قبول کند. سرنوشت خود دیم هم در نمایشگاه عکس سابق محبوسان تصویر شده است. او حالا به زندانیان سابق و هم تقدیران خود برای برقرار شدن در آزادی کمک می‌کند. عالم 4 ماه پیش از زندان نظامش سخت بیرون شد. او 3 بار محکوم به زندان شده است. حالا می‌خواهد برای خود جای کار پیدا و زندگیش را تامین کند. داکومنتام تاخت کنم، право را گیرم، ای در اونجا کار راننده کار کنم. زندگی را پیش برم، با عائله مدد رسانم. یک پژوهش اخیر معین کرد که بعد بیرون آمدن از زندان اکثر محبوسان سابق در تاجیکستان زندگی پرمشکل دارند. آنها در اکثر حالت بیکار و بیخانه و بی‌سند مانده چون آدمان نوعی دوم شناخته می شوند. اما با آشنایی به 18 سرنوشت محبوسان سابق می شود گفت که با وجود همه مشکلات آنها راه افتاده نیستند و می خواهند اثبات کنند که اصلاح شدند و پی ساختن زندگی بهتری برای خود هستند. این مطلب آخرین برنامه امروز بود. اخبار و گزارش‌های دیگر را در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید و در سامانه www.azadi.org بخوانید. صبح پگاه نوید بامدادی تقدیم شما می شود. تا آن دم خداحافظ.